سلام رفقا، حالتون چطوره بچه ها؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. اول لایکو بکوب اگه با این فست اسکوپ حال کردی. بعدش بچه ها داخل این گردونه زودیا که اومده 6 تا لجند میده. آقا ما اومدیم توکن ها رو گرفتیم، رفتیم گردونه رو زدیم، به ما هیچی نداد. داداشمون اومد گرفت زد، از شانس خوبش بهش این گان سویچ بلید رو داد. یعنی بچه ها من هرچی از خوبی این گام بگم کم گفتم. لگد نداره، ایمش عالیه، کیل افکتش نسبت به بقیه خیلی بهتره. الان این گانه که الان دستمه همون پیار او لژندری داخل زودیاکه و خب خیلی اینم خوبه، اینم لگد نداره، ایمش عالیه، نقطه زنه، ولی از نظر من یکم لشه به عنوان یک گان لژندری. اصلا خرکی باشم من بخوام بیام نظر بدم آقا تو بیا لایک کن، کامنت کن، حمایت کن، ساب کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی بدون حمایت نرو. قربون تک تکتون. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون باشه.